bu جمعه مبارک آخرین جمعه رمضان مبارک 1447 حالت رخصت. جمعه مبارک آخرین جمعه رمضان مبارک حالت رخصت. صحیفه اعمال انسان لگه قنچ اعمالی که طلایی وقت لگه قوی و وقتهایی که فرصتهای طلاییگه آیا اعمال چگونه اعمال انجام برده، بخش عبادات، بخش اخلاقیات، بخش صدقات، بخش صله رحم ترحم و بخشهای مختلفی که انسان اونی اعمال انجام برگن پروردگار عالم او بخشلنه همسنه بزرسده صحیفه اعمال بزگه نیک شکل و صورتیگه الله ثبت و راجستر قیم بسن. خدای ذوالجلال بندلگه برو حکم براده فرمان براده بو حکمنن هدف مشقت بنده مس بلکه بندلانه تزکیه و پاک ماغدم. مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که همه خطایالاره معاف کردن گناه و سرزد دور میده، لغزش خطایایی که سرزد دورگن کل سه معاف دو. غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و شاهد دو. لیکن باز هم نموشن شنچه عبادت که بدلیل نمشنچه طاعات و عبادات و او شنچه مشقت و زحمت و زرگاله ده. درس تو می نسگه در درس بزرگ دو رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه له سورت که یا رسول الله منچه مشقت بنن نمقلست منچه مشقت لن ترتب ایتلا آیا من بر عبد شکرگزار و سپاسگزار الله بولمیمه الله منگر شنچه انعامات برده شنو سپاسگزارلین قلمس همه. پس می نسیز در تفسیریگه کردم نوشته قلبت مفسر اگر بر انسان بیش وقت نمازده با جماعت ادا قلسه فکر قلین الله نی نعمت لرنی شکرانه سنی ادا قل ورنه الله نی شکرانه سنی نعمتنی مقابلگه محاسبه قلسه بزسل ادا قرار نیبز. خدای تعالی و این تعدو نعمت الله لا تحصوها اگر نعمت خدانی سن بر شمارش و تحت حساب که عالمنده سنگ لا تحصوها سنیال میسن هیچ سنیال میسن بر عمرم اگر سن بیت سنگ بر روزلی نعمت نیمون شمارش برابر قرار میسن. هر نفس بر نعمت هر نفس بر نعمت بر شکرانت لی هر نفس که شکرانه قلمنده سیست تنها شونه بر عمرم کچه و کندوز نفس کلاده باراده کلاده کچه و کندوز اخلمسه نان مسه چایش مسه قصه و صحبت قمسه اگر شکرانه قلمنده سیست شونه ادا قرار نیست. پس بو الله ده مهربان موگه احکام لرنه وضع قیگن احکام لرنه مینسیز ادا قلسه الله وشب معافیت نوشته صحیفه اعمال. عزیزین آقلا رمضان آخر بلده جمعه آخر بلده و جمعه مبارک آخرین جمعه رمضان مبارک 1447 حالت رخصت.